توی دهه 90 تمام مردم آمریکا آرزوی دیدن مبارزه لنوکس رویز و تامی موریسون رو داشتن. حالا چرا؟ جوابش ساده است. همه از لنوکس متنفر بودن و عاشق تامی موریسون بودن. لوئیس یه ترکیب عجیب غریب بود. اون اصالت بریتانیایی، جامائیکایی و کانادایی و جهنمی داشتش و اخلاق خیلی بدی هم داشت. با این حال رهبر سنگین وزن بود. موریسون پسر طلایی بوکس بود، یه آدم خوشقلب، محبوب، ملقب به دوک که همه دوست داشتن قهرمانیشو ببینن. تو همین حید تو سال 1992 مایک تایسون افتاد زندان و موریسون بهترین گزینه بود که جا پای افتخارات مایک بذاره. اینم بهتون بگم مسلما راکی 5 اکثرتون دیدید. تامی موریسون همونی هستش که نقش تامی گان رو بازی میکرد، همون شاگرد بد اخلاقی که به راکی خیانت کرده بود و در آخر فیلم حسابی کتک خورد و هدف شد. در همین حال لنوکس لوئیس بر اساس رأی شورای جهانی بوکس قهرمان سنگین وزن بوکس دنیا محسوب میشد. البته ریدیک با قهرمان سابق WBC با این رأی شورا حسابی مخالفت کردش و در یک اقدام پرحاشیه کمربند طلایی WBC رو به سطل آشغال انداخت و روبروی لنوکس لوئیس حسابی کلکل کرد. You lied on me. I thought we was cool. Yo, bring it on, man. Yeah, I'ma bring it. You ain't said nothing but a word. Freddie Roddick was afraid of you. I'm gonna knock you out. You was a chump. You gonna knock nothing out, boy. I'm gonna knock you out. You gonna knock nothing out. You know I'm gonna knock you out. You gonna knock nothing out. Why you know it? Do it then. Do it then. You ain't do shit. I ain't never come off my feet. You're the champion. You had help from the ref. You're the champion. He's in the Well, knock me out. Knock me out then, boy. You ain't nothing to me, nigga. Watch your mouth, fucker. Hey, look, man, touch your mouth. You ain't nothing to me. ریدیک با تمام وجودش میخواست که با لنوکس مبارزه کنه، اما شورای جهانی بوکس اونو تا آخر عمرش از مبارزه کردن محروم کرد. لنوکس بدون اینکه هیچ فایتی انجام داده باشه قهرمان بوکس جهان شد و همین قضیه نفرت تمام آمریکایی‌ها رو برافراشته کرد. اونا یه مبارزه جنجالی میخواستن، مثل مبارزه لنوکس در مقابل موریسون، یک بیزینسمن با یک چهره مشهور. همین علاقه مردم باعث شد که 2 تا منیجر بزرگ یعنی بیل کیدی و فلوید منوی یه تصمیم خفن بگیرن. ولی قبل از اینکه مبارزه بین 2 تا سازمان رخ بده، هر کدوم از این فایترها باید یک بار از عنوان خودشون دفاع میکردن. لنوکس رویز در مقابل فرانک برونو اولین دفاع خودش رو انجام داد. و تامی تو همون 2 دقیقه راند اول توسط مایکل بن نابود شد. Michael bent on the birds of a big moment, and he's got it. That's it. A first round KO for Michael. قهرمان بوکس ما 3 بار به زمین خورده و عنوان قهرمانی خودشو از دست داد. حالا مایکل بن قهرمان بوکس سنگین وزن محسوب میشد و همه فکر میکردند که دیگه مبارزه لنوکس لوئیس و تامی موریسون واسه همیشه کنسل شد. البته موریسون سر این بازی 4 میلیون دلار از دست داد. در همین حین لنوکس لوئیس شروع کرد به جنگ روانی رو انداختن و موریسون رو تغییر کردن. همین فحش دادن رو باعث شد که میزان نفرت مردم آمریکا از لنوکس بالاتر بره و همشون دوست داشتن لنوکس تو مبارزش با مک هال ببازه. خوب دقت کنید. لوئیس دنبال بهونه نرفتش، باخت خودش رو قبول کرد، تمرینش رو بیشتر کرد و تیم مربیگریش هم عوض کرد. لنوکس دوباره برگشت تو رینگ، اما با مربیگری مانوئل استوارت. بعد از این تغییر لنوکس کاملا تغییر کرد. در همین حین موریسون حاشیه‌های فوق جنجالی واسه خودش رقم میزد، هم داخل رینگ هم خارج رینگ. اون یه باغ وحش رو حیاط خونش درست کرد، همسر سابقش رو حسابی کتک زد، با پلیس درگیر میشد و نصف شب توی خیابونای شهر پرسه میزد و دعوا میگرفتش. هر چقدر که خارج از رینگ بد عمل میکرد، توی رینگ فوق‌العاده عمل میکرد و همه بازیاشو میبرد. در تابستون 1995 تامی یک مبارزه فوق‌العاده در مقابل دانا ویل رادیکو رقم زد.
standing 8 here. By about 10 more seconds, and it's a long one. He will not do it. لنوکس لوئیس اولین نامزد برای مبارزه بر سر عنوان قهرمان WBC بودش. موریسون دومین نامزد بودش و بالاخره توی 17 اکتبر سال 1995 این دو فایتر برای کسب عنوان IBC با هم دیگه مبارزه کردن. عنوان IBC زیاد عنوان مهمی نبود، اما چیزی که مهم بود این بود که بالاخره این دو نفر با هم دیگه روبرو شدن. تماشاچیان زیادی جمع شدن تا اینکه این مبارزه فوق‌العاده رو ببینن. These fighters are not so much at a crossroads. Hard right hand by Tom. Another right hand miss as the round comes to a close, and a relaxed Morrison allows him. تامی فوق‌العاده تهاجمی عمل میکرد و توی راند دوم با یه کانتر پانچ فوق‌العاده ناکدان شدش. رفقا بهتون اینم بگم، کانتر پانچ یعنی شما منتظر میمونید حریفتون اول ضربه بزنه و در عکس العمل ضربه اون بهش ضربه وارد میکنید. But if it was 11th time in the decade of the 90s that Tommy Morrison Lennox dictate the pace, you can count for a 12 shot right now. There's a frequently with those right hands as he steps inside. Mills Lane gets him at the distance again, and Lewis landed a right hand. The crowd. Real good defense. Tommy's not getting through, and I think forgets his job. He's been very effective in the first minute of this round. Two things I see. موریسون راند سوم و چهارم و حسابی کتک خورد، اما تو راند پنجم انگار کله‌شو داشت تقدیم میکرد به لنوکس و به سمت جلو به قدری خم شده بود که یه آپرکات راست فوق‌العاده واسه دومین بار موریسونو ناکدان کرد. Morrison knew it. He went immediately to the neutral corner, and that right eye's looking pretty bad. Go out and see can he land a big shot now. Oh, that's a terrific right hand. Heard Morrison say to the doctor, "I've still been a factor so far." Down goes Morrison again, and this is becoming a blowout. This is the round that Morrison stopped running after taking a terrible beating. Lane's getting very close to a stoppage here. You get that sense. توی راند ششم موریسون برای بار چندم ناکدان شدش، اما این دفعه دستاش میلرزید، نمیتونست رو پاش درست حسابی وایسه و چشم راستش کاملا بسته شده بود. بعد از مبارزه مشخص شد که دندون و فکش خورد شده، دستش هم شکسته و دوتا از دنده‌هاش ترک برداشته. یه جورایی اونجا بازنشسته شد و بعد از اون دیگه مبارزه حرفه‌ای انجام نداد. وقتی ازش دلیل شکستش رو پرسیدن، اون در رابطه با چند همسری و خستگی بدنش مقداری زمزمه کردش و همین قضیه داخل فضای مجازی به شدت پخش شد. حالا بشنویم صحبت‌های لنوکس لوئیسو در رابطه با این فایت. Or how you felt different in this fight than you have in some other fights? Well, you know, I came out really relaxed. I just realized that, you know, as long as I take patience and use my jab and let's go behind a good jab and just throw some combination, it wouldn't be too much. Well, I think he was very disciplined in this fight, but you know, one thing for me is that I wasn't able to execute the way I did. I just got a shot in the eye, it closed. I'm used to fighting with broken hands and broken jaws and all kinds of things, but I've never had to go to battle with something like this. And he's a long arm guy. I have no excuses. I mean, he was a better man tonight, but you know, I never fought in this position before. But I'm young, no sense in taking punishment, and I'll be back. You know, it's one of those things. این مبارزه نقطه پرواز برای لنوکس لوئیس بود که باعث شد به صورت بین المللی حسابی بدرخشه، اما برای موریسون بعد از این مبارزه مقداری استراحت کرد و یک سال بعدش قبل از مبارزه با آرتور ویدر به خاطر بیماری HIV فوت کردش. اون این بیماری رو به خاطر سبک زندگی خاصش گرفتش و خب وقتی این خبر پخش شد مردم زیاد تعجب نکردن. وقتی به زندگی تامی موریسون نگاه میکنیم متوجه میشیم که اون فقط از لنوکس لوئیس نباختش، بلکه اون به خودش باخت. سبک زندگی پرقدرت بوکس به شما این توانایی رو میده که هر کاری دوست دارید بکنید و دقیقا مثل لبه تیغ راه رفتن میمونه. شما باید بتونید خودتون رو کنترل کنید و مهمتر از همه از قدرتتون سوء استفاده نکنید. موریسون به شدت محبوب بودش، تمام دنیا دوست داشتن ببینن که اونجا پای مایک تایسون میذاره، اما زمانی که مایک تایسون از زندان آزاد شد و برگشت به دنیای بوکس، موریسون کم کم فراموش شد.
هنر بوکس فراتر از 36 دقیقه مبارزه کردنه. هنر بوکس یک سبک زندگیه که شما یاد میگیرید خیلی از چیزها رو فدا کنید برای اینکه به جایگاهی که دوست دارید برسید و همچنان زمانی هم که به اوج میرسید باید تلاش کنید تا اینکه جایگاه خودتون رو حفظ کنید و در اوج قدرت از اون بالا سقوط نکنید. حتما نظرتون رو تو کامنت ها بنویسید وگرنه میگم این موریسون بیاد بخورتتون. رفقا خیلی متشکرم که ویدیو رو تا به اینجا تماشا کردید. حتما با بقیه ویدیوها رو چک کنید چون تنوع ویدیوهامون خیلی زیاده. همچنین اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو توی کامنت ها برامون بنویسید. خلاصه همیشه ورزش کنید، پر انرژی و خوشفاز باشید. از طرف رفیق ورزشی شما ایران MMA. Fight!